سرو و گل و پروانه و بلبل همه جمعن ای دوست بیارم به تنهایی ما کن سرو و گل و پروانه و بلبل همه جمعن ای دوست بیارم به تنهایی ما کن ای دوست بیارم به تنهایی ما کن. بله، اینجا در برنامه نورافکن سرو و گل و پروانه و بلبل جمع آمدند به خاطر بالیدروی شما عزیزان. برنامه نورافکن است مهمان خاندان شما و درود میگویم به همه شما هموطنان عزیز. بله بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه نورافکن سرشار از محبت و صمیمیت و هنر و استعداد والا است و در اینجا بهترین شخصیت ها از اهل ایجاد و هنر جمع آیند تا به دل مخلصانشان شادی و سرور بخشند. بله، این نوبت در برنامه نورافکن یک نفری قرار دارد که ضمیرش سرشار از هنر و استعداد، یک نفری که در دل و دیده مردم جای شده است، یک نفری که قلبش برای هنر همیشه میتپد. فرهاد آدینه است که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگوییم. تشکر دوستانم. دوست همیشه انتظار قدم دوست است و من امروز بینهایت بال و پری من گشاده شد که من چنین چهره‌های زیبا رو میبینم و در برای آنها مینشینم. تشکر زیاد. زندگی هر یک هنرمند سرشار از قصه ها است، پر از قصه و لحظه های فراموش نشونده است. این لحظه میخواستیم انما قصه رو بشنویم که چگونه آغاز شد حیات شما در جاده هنر. بله. از خردی وقتی که آوازخوانان بس مبس آوازخوانی میکردند، مرا یک وقتی صداهای خشوع گوارا را میشنیدم، مرا یک هیجان فرا میگرفت، وجودم آتش میگرفت و میخواستم مثل آنها در روی صحنه باشم و این بود که در کروژاک های ایام مکتبی برآمد میکردم و من هم مکتبی میانه و هم مکتبی موسیقی میخواندم. در آنجا نیز برآمد میکردم، تحصیل میکردم، برآمد میکردم و بعدا اما مهری صنعت بود که به دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا ترسونزاده داخل شدم و با موفقیت آن را ختم نمودم و امروز تا امروز چخیلی که میبینید کار و فعالیت دارم. خوب، از زمان کودکی، از زمان خردی یادآوری شدید. باز میخواستیم بپرسیم که از کودکی چه خاطره ها در یاد دارید که همیشه خاطره شما رو نیک نگاه می‌دارد؟ خاطره های طفلی من رنگینند. هر بار که سر به بالین می نهم و دیده می پوشم، به آن ایام وارد می گردم. تلخی و شیرینی آن ایام هنوز هم از خاطر من نرفتند، هنوز هم همیشه با منند. انسان به گذشته نمیتواند زندگی کرده، به خاطره ها نمیتواند زندگی کرده. اون زندگی که به خاطره است سرد و بی‌معنی است. تلخیش در آن بود که ما به پدر بابای رسیدیم. او از ما بود و با ما نبود، از ما جدا بود و شیرینیش در آن است که ما مادر داشتیم، تاج در سر داشتیم و از فرزندان همیشه خاطره دارم که مادرم بیشتر به من توجه داشتند. خوراک اولین به من بود، لباسی بهترین برای من بود. یعنی نازدانه مادر بودی؟ نازپروری مادر من بودم. چخیل مخیل آن ایام فرزند خردی بودید که؟ نه، من فرزندی میانه. آن ایام از حاضره فرقیتی زمین و آسمان رو داشت و مادر من به قریبی وفات کردند، از دنیا گذشتند. حالا در آغوش زمین پاک به امید دوباره احیا شدند، به امید دوباره احیا شدن خوابند. من هیچ گفته نمیتوانم که مادرم نیست، هست، او را خواب برده است. بله.
بله. خوب یادی مادر کردند فرهاد یادینه. چی می شود که زمزمه کنید یک سرود درباره مادر؟ روزا چفتا می شوم فقط به خاطر تو مادر، شبا چو مهتاب می شوم فقط به خاطر تو مادر. دیده ای به خواب می شوم فقط به خاطر تو مادر، می سوزم و می شوم فقط به خاطر تو مادر. مادر 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 مادر. یک پاره نان می شوم در تن تو جان می شوم، تو را نگهبان می شوم فقط به خاطر تو مادر. یک پاره نان می شوم در تن تو جان می شوم، سگی نگهبان می شوم فقط به خاطر تو مادر. دوباره انسان می شوم پاک و نماز خوان می شوم، مردی مسلمان می شوم فقط به خاطر تو مادر. درد بلاکش میزنم فقط به خاطر تو مادر، خود را در آتش میزنم فقط به خاطر تو مادر، خود را در آتش میزنم فقط به خاطر تو مادر. مادر مادر مادر. میدونید اونجا خود را در آتش، من اول وقت ایجاد کردم گفتم که دنیا را آتش میزنم فقط به خاطر تو مادر. بعد خواهرم زنگ زد و گفت که فراد جان بسیار یک خطاگی زور کردی، گفت در سین سال تو با تجربه تو این خطاگی را کردن ممکن نیست. گفت من گفتم چی خطاگی بوده است خواهر جان؟ گفتم که دنیا را آتش زده ایش که نمیتواند، بله. هیچ کس حقوق هم ندارد که دنیا را آتش زند، مگر گفت تو کعبه را میتوانی آتش زده، در همین دنیاست. گفت بله. یعنی خود را مزارات طفلا در همین دنیا در همین روی دنیا بازی میکردن. وقتی دنیا را آتش میزنی همه خاکستر میشن. گفت این گپ خطا است. گفت دنیا را هیچ کس آتش زده نمیتواند. گفت بعد من همین گرفتم دنیا را آتش میزنم نه خود را در آتش میزنم. خب یعنی شما بعضا ایرادها رو بله. با ایرادها قبول کردن در کار. بله. خفه شدن از کسی در کار. فرهاد عالم خود را دارد، یک تخیلات مخصوص، یک ایجاد دیگری دارد که حس میکنه که این ایجادیات، این آهنگ هایی که می آفرد از همون آهنگ ها محبت نامه ها سر می شود، آهنگ هایی که دنیای وفا را، دنیای صداقت محبت را پیش رو می آرد، انسان
همدرد هم قسمت رو پیش رو میارد و عاشقان در وقت صدای آهنگ های فرهاد عاشقان گذشته خود را یاد میکنند به آینده با دیده مهر مینگرند و از قسمت خود راضی میشن یا نه. یعنی که آهنگ خوب، انتخاب متن خوب، طرز به خود خاص آفریدن، این یک عالم دیگر است که نه به همه، نه به هر هنرمند دست میدهد. در این جاده فرهاد آدینه دستی دراز دارد. شما خود نیز ایجاد میکنید، یعنی متن ایجاد میکنید، امین اکن شعر ایجاد میکنید؟ در همون 4 دیوار خانه آدم زیر میکنه. بله. همون زیر میکنه، فشار میبرن به همون چیز میبره از درونی آدم. چون نصیبه یک اشاره کردن، درد اگر احساس کرده باشی همون سرودهایی که فرهاد آدینه میسرویند، یک صدایشون بله، همون درد احساس می شود. سرود و ترانه هایی که فرهاد آدینه اگر فرض کنیم برای دیگران ایجاد کرده باشند آنقدر درد نه، ولی آن سرود هایی که خودشان می سرویند و برای خودشان ایجاد میکنن پر از درد است. برای چی میدونید باشد؟ وقتی که من مادرم رو پیش از همون به خانه آخرتش ماندم، اول خودم در آمدم اونجا خواه رفتم، گفتم چی باشد؟ برای که هنرمند در همه حالت ها باید باشد. بله. در حالت جنون باید باشد، در حالت مستی باشد. امی یک هنرمند و مخصوصا می کار میکند که همه حالت اثر تا اثر نگذراند آدم نمیفهمدم. بله. اگر گویم که جمال خداوند دیدگی، من میگم دیدگی. من جمال خداوند ما در چهره گرم مادرم، در چهره نورانی سرورم، در کارهای نیک سرورمان میبینم همین چیزا. بله، درست. شاید همین چیزا من کسی نفهمد، ولی ما همین چیزا میبینم در همین کارهای نیکی انسان ها، در کارهای نیکی سرورمان که یتیما را در دستش میگیرد، با کودکان میرد و شوخی میکند، سرود میخواند، با محتاجان یاردم میکنه، رها را آباد میکنه. بیرق و این سربلندی، من در پرافشانی همین بیرق تاجیکستان زبردستی مردم تاجیک هم میبینم، پرافشانی مردمی زبردستی تاجیک هم میبینم. درست. یعنی از این سخنها احساس می شود که فرهاد آدینه باز وطن دوستی خوب هستند، یعنی پاتریوت هستند، وطندار است، وطن دوست است. کسی نیست که وطنش دوست ندارد. بله. در کجا که نرویم میکشد خاکش، خاک و خاشاکش. بله. امیری به وطن زار و فقیر است، گدا گر در وطن میرد امیر است. بله. به وطن ما هیچی. چون در پیش اشاره کردن، یعنی الهام فرهاد آدینه یعنی از همون منظره های طبیعت، از همون یک حالتی که در زندگی است، از همون میتواند الهام بگیرد و همون رو به آهنگ درآورد. بیایید خیال میکنیم نصیبه، ما یک منظره رو تصویر میکنیم با سخن، بگذار آن رو فرهاد آدینه چون کمپوزیتور خوب هستن، آهنگساز و سراینده خوب که هستن، میتوانند با آهنگ درآورند. آن همون منظره که ما تصویر میکنیم با سخن. باشد مرحمت. خب شما راضی هستید؟ خب مجبورید که راضی شوید. بله. مثلا تصور کنید که در یک دشت باران میبارد. در آنجا یک دخترک زیبایی است که بجز یک درخت جای نیست که او از باران پناه برد. و چون به شاخ درخت مینگرد، مرغک زیبایی نیز مثل او تنها نشسته است و خود را از باران پناه میبرد. خوب این که تصور میکنیم که همون مرغکی که نشسته است و یک معشوق است، معشوق همین دختر است و وقتی که پریده می رود بعد همون صدای دل دختر سرود میخواند، بلند میشد. بله. بیایید همین تصور میکنیم. بارانی بهار، بارانی بهار، تو اشکی چشمان منی، ای بود صدای نالیش جان منی،
بارانی بهار تو اشکی چشمان منی ای باد صدای نالش جانی منی اکو پرنده پریده همون مشروطش رفت ای یار که رفته ای پناهت به خدا ای یار که رفته ای پناهت به خدا هرچند که خاطری پریشانی منی ای یار که رفته ای پناهت به خدا هرچند که خاطری پریشان منی اینجا اگر که صدای باران می بود عجایب می شد نیست باور کنید من خویلم به هنر و مهارت و استعداد فرهاد یودینه. من دیگر خیلی تصور میکردم گمون کردم شاید نه تنها زیاد که تمام فکر تاجیکستان میکنند. خویل است. خوب بهترین است. خوب بیاد یک منظره دیگر رو بگوییم شاید بسیار بازم یک آهنگ خوب میشنویم با این بهونه. کدام منظره باشه؟ مثلا تصور کنید که گربه در بالای بام ما مایده بودیم ما گربه داشتیم خوب گربچه داشتیم بعد همو گربه‌ای همو همسایه‌مون هم به هم دیگر مونه بودن و ما همین گربچه‌مون گوب نشود گفتن هم بین یک شو میکردیم رنگ می‌کردیم. زیلیون که میشکیدیم این گوم نشد گفته از گربه نمی‌ترسیدی؟ فقط همین ما دسترخوان گوشت علویدن گرفتن نمیمونه میبینیم نیست گربه برده است. با صندوق خود نشستم خوب الکه خوشبخت این است گربه پس شما. این منظره نیز برای شما شناس است چون گربه و بالای بام گربه در بالای بام بیاید گربه رو تصور میکنیم که گربچه را که مادرش رو انتظار است بله. یعنی همون نوحه غریبه میکشد که یعنی مادرش رو فریاد میکند جغ میزند. بله خوب میشنویم بینندگان عزیز گربه بالای بام غریب میکشد و مادرش رو جغ میزند. خوب چگونه و موسیقی انعکاس میکند این رو فرهاد یودینه. مرحمت. نمیدونم چی دوست دارم مادر جان مادر جان مادر جان دوست دارم از دل و جان از دل و جان از دل و جان تصور کنید دوست دارم مادر جان مادر جان مادر جان دوست دارم از دل و جان از دل و جان از دل و جان خوب بهترین سرود تولید شد در یک لحظه شما باور بکنید. من از وای همی از خوردی نیکی راست گپ و سرودی کلان سالان رو سرودی معنی رو همه کودک هم بودم سرودی معنی فقط گوش میکردم. خوش آنکه وصال تو میسر شده باشد همه یکی زفر و بچی نیگینه را اوپوا دوست مراد علی سریا اپای سریا مستانه ارگشه و استاد برنای ساق و که مادری من مخلصی برنا اپا بودن با محمد نیازов باتر سید قول بلالов رو من بسیار از همین مرد بسیار آموختم بیشتر با همین سرودهای همین گونه آوازخوانه و بعد و کتاب حتی من در خدمت حربی در ملک اوکراین من 2 سال و 11 روز به صفتی آشپز شده کار میکردم اونجا فقط مادرم با یک خیلی مغز و بادام و وای روانه کنن با من فقط کتاب میفرستادن مادرم تا که از فرهنگ ملت خودم غافل نباشم. یعنی همون دوره هم خدمت میکردید هم کار میکردید و هم ایجاد میکردید و هنگامی خوراک پختن با فکرم سرود میسرایدید یا نه؟ ببینید هر شخص این راننده وقتی که ماشین میراند من رانندگی هم کردم
суруд мехонад. бале. вақте ки ягон устод ё ки модари ман дарздӯз буданд, ҳамин дӯзандагӣ мекарданд, сурудоша хонда михел вай мекарданд. суруд ҳамун корашона ба анҷом мерасонд. бале мусиқӣ ҳама Шумо вақт ба аҳамият додед? зиндагии ҳар як инсон инсон. пайванд аст. ҳатто ҳамин кӯчаҳоро Занакҳо мерабанд, як хелос куручин суруд хонда мекунанд, бале мерабанд. бале дуруст аст. фарҳоди одина ман ӯро аз дигар оҳангсозон ба он тарҷеҳ медиҳам ки шеърро хуб медонад. вақте ки мо ҳамкорӣ доштем, маро хеле хаста мекард воқеан. субҳ ҳам занг мезад, шом ҳам занг мезад ки ман ин вожаро куҷо монам, ман ин вожаро чӣ хел дар кадом сатр, дар кадом, яъне ки ҷобаҷогузории вожаҳо, паҳлугардонии вожаҳо барои вай хеле муҳим буд. яъне аз шеър бохабар буд ва муваффақияти Фарҳодам он аст ки медонад ки аз як матни бетаносубу бемантиқу берабт наметавон тарона сохт ва аз ин лиҳоз ҳар таронае ки месозад таронааш зебо аст. дар бораи ватан низ зараву чанги ватана қадр кардан Бале. кори муқаддаси ҳар як ватандор аст. бале дар бораи ватан низ сурудҳои зиёд эҷод карданд барои ҳунармандони шинохтаи кишвар. медонед дар зиндагӣ барои касе ки агар эҷод карда бошам ҳам, мисол ман аввалан ин ки ризқи худро дарёфтам. солҳои Бале. сал пештар мушкилтар буд. бале дуруст. ман бо меҳнати худам ризқи худамро ва мекардам. муҳтоҷи шукри яздони пок, шукри худои якто ки ба ман ҳамин хел ҳунар додааст ва шукри анамин равшанӣ, шукри ҳамин хел ватан Чеҳраҳои шукри ободӣ. зебо. бале ман шукрона мекунам ки ҳамин хел ватан дорум, ҳамватан дорум. нон фаровонӣ аст, бале равшан аст. бале. оби мо беҳтарин об аст, ҳавои мо беҳтарин ҳаво аст. мо тамоми гиёҳу маъданҳоро дорем. албатта. миллати тоҷик миллати бой аст, миллати ба фарҳанг, миллати зебо дорам. бале хуб, як суоли дигар аст инҷо. мехостем дар бораи рисолати ҳунармандӣ бифаҳмем аз шумо, яъне ҳунарманд кист ва чӣ рисолат дорад дар ҷомеа? медонед дар зиндагӣ ҳар кас аз суруди ҳақиқати зиндагии худро месарояд. бале ман наметавонам аз таниди мо мушоҳида мекунем, вале дар хулосаи охирони мо ҳамона бо ҳаёти худ омехта карда баъд эҷод мекунем. яке агар аз даҳон хонад, дигаре аз дил. ва ман интихоб кардам сурудеро ки аз дил бо дард садо медиҳад. ҳамин медонед як чизам ҳаст ки ҳунарманд наметавонад аз дарди мардуми худ ғофил буда. ҳамаш ҳама нағздист ку дорад ку мардум дарди худро дорад. мисол яке бародар гум кардааст, гум мекунад, яке модар гум кардааст, ҳаминам дард аст. яке дилдода гум яке кардааст, дастакаш дард мекунад, дилаш дард мекунад, ҳаминам дард аст охи. мисол ва ҳамон дардпораҳоро ман ҷамъоварӣ карда аз ҳамон дардпораҳо, аз ҳамон устухонпораҳои дардмандӣ ман иморати суруд месозам. ҳунарманд рисолати худро он вақте адо карда метавонад дар назди Парвардигор ки агар ки хизмати халқи худро ба ҷо орад бале ва дар лаҳзаҳои душвор бо сухан неву дар амал дар бари ҳамқадаму ҳамнафаси мардуми бошад, худ мардум бошад, бошад. халқ бошад. бале анамин аст ҳунарманд. дуруст аст. бале фарҳоди одина ба фикри ман аз рӯи сарояндагӣ, аз рӯи ҳунармандӣ сартосари ҷумҳурӣ ана мухлис дорад ва ҳамчун ҳунарманд ӯро мешиносанд. ва дар симои Фарҳоди одина бинед ки ман як ҳунармандеро мебинам ки суруду масалан шеъри мехондагӣ ӯ
بسیار معنا دارد و آهنگ او بسیار دردآلو است، درد دارد و اینم هست میخیل که وای سرود باید که درد داشته باشه. اگر درد نداشته باشه به همون شنونده تاثیر نمیبخشه. برای همین فرهاد آدینه بسیار زحمت میکشد، آدم بسیار زحمتی است. انا غیر اونی که ترانه میخواند، سرود میخواند، فرهاد آدینه آهنگ ایجاد میکند و من گفتم میتونم که بسیار جوانای امروزه ما از آهنگای فرهاد آدینه استفاده میبرن. از اونه که سال 97 انسامبل سامان تاسیس یافت، راهبر موسیقی تعیین شد فرهاد آدینه و در چندین رقص ها آهنگوی نو ایجاد کردن و ما اولین بار با آهنگوی فرهاد آدینه در کاخ باربد برنامه کنسرتی انسامبل سامان را اولین بار ما معرفی کردیم در از تماشابینا. بله. همین خیلی است. مثلا اگر فرض کنیم رسامان رو بگیریم، از یک منظره زیبا الهام میگیرند و برای یک کاغذ سفید یعنی رسم میکشند، زیبایی می‌آفرند. برای الهام میگیرند از همون بله. منظره زیبا. فرهاد آدینه از چه الهامی گرفته باشد؟ الهام هنرمند آن وقتی به فکرم می آید که مثال من شخصا اگر من تنها به زیبایی نگاه نمیکنم. مثال ببینید این در راه اگر یگون درختی شکسته هم باشد، درختی بیبرگ و شکسته هم باشد، همون هم یک نوا دارد، یک داد و فریاد دارد. ما آهنگسازا، آوازخوانا از همین چیزها را دیده الهام گرفته به ذوق آمده همین چیزها را در آهنگمون به واسطه صدای رنگ‌های موسیقی ما هم رسم میکشیم، مثال ایجاد میکنیم و از همین زندگی خود، از همین زندگی که داریم و بعضا زندگی که در خیالان ما او را تصویر میکنیم، همون چیزها هم آمیخته شده و همون آهنگ صدا میدهند. ایلازه میتوانید انمون از سرود و ترانه های ایجاد کرده خیش یکون سرود بسرایید و بعدن از همونه که خودتون بیشتر یعنی دوست میدارید یا خود شما رو بیشتر روح بلند میسازه؟ برای من همه آهنگ ها همچون فرزندانم است. من از این خانه پرنور به درد میروم، من از این خانه پرنور به درد نمیروم، من از این شهر مبارک به سفر نمیروم، من از این خانه پرنور به در نمیروم، من از این شهر مبارک به سفر نمیروم، منم و سنم و عاشقی و باقی عمر، من از او گر بکشی جای دیگر نمیروم، منم و سنم و عاشقی و باقی عمر، من از او گر بکشی جای دیگر نمیروم. نمیخیلده؟ بهترین عالی بود. من خیلی افسوس میخورم که اگر فرهاد آدینه بیشتر به سوی آهنگ میل میکند، به آهنگسازی میل دارد. یعنی قریب همه آوازخوانان جمهوری سروده های او را که در آهنگ آورده است میخوانند، ولی وقتی که صدای خودش را میشنوید یک صدای خیلی دلپذیر، مرغوب، و وقتی که من بار اول شنیدم طریق رادیو خیال کردم که این یک 20 سال مقدم بود، 25 سال مقدم بود، گمان کردم که این آوازخوانی همزبانان ما است. گمان کردم که این از شاگردان
احمد ظاهر است. ولی من خیلی متاسفم که فرهاد آوازش رو اونقدر تربیت نداد. نباشد فرهاد یک آوازخوانی برجسته می شد. چطوری که گفتم بیشتر توی آهنگ رفت، آهنگ ساخت، برای خودش شخصا برای خودش کم کار کرد. نباشد آوازخوانی خیلی برجسته، حالا هم خوب میخونن، حالا هم خیلی صداشون صدای شنیدنی است، صدای دلپذیر است، ولی با این آواز، با این فهمیش شعر، با این آهنگسازی خیلی خوب بودنش میتوانست که بالاتر رود. اگر رود یگان شاعری، یعنی شاعری که شعرهای کودکانه می نویسد یا یگان مکتب موسیقی بچگانه با شما مراجعت کنن که میخوایم با شعرهای کودکانه آهنگ بندید دستگیری میکنید؟ با جان و دل. برای که من برای کودکای تاجیکستان جان ما دریغ نمیدارم. شاید الک چندین سرود نیز ایجاد کرده باشید برای کودکان یا نه؟ اگر خواهش کنند میکنم. بله. مثلا در سنگو میزنم ایجاد میکنم. مثلا اگر تلویزیون سینما از شما خواهش کند که برای فیلم هایی که ما یعنی در نقشه داریم آهنگ ببندید یا فیلم های تصویری که در نقشه داریم آهنگ ببندید، شما با ما همکاری میکنید؟ با جان و دل. چرا نه؟ چرا خوب، تو جای آدم میدونیم با آدم زنده است. بله. تو جای میدونیم فرهاد یودینه با سینما نیز همکاری دارد، یعنی با سینمای توجیه، یعنی در چندین فیلم ها آهنگ نیز ایجاد کرده اید شما. در راه هنر کاری را نیست مسئول جان که من نکرده باشم. بلندم نرود و من مینت هم نمیکنم. بله. تعداد زیادی هنرمند، زیاده از 120 به فکرم هنرمند یا که از او زیاد تا 360 چند آهنگ با قریبی همی اپم کتی همی خیلی حساب کردیم. سری چویی هم خیلی حساب کردیم. هم قبر آمد. در کار باشد برای ملت خودم آهنگ چی؟ آهنگ یک صدا است. بله. صدایی که آدم زنده میکنه دوخی. برای ملت هم جان ما دریغ نمیدارم. خیلی خوب. و این من همه کوشش همو را دارم که در خانه با واسطه آهنگام در خانه هر یک شنونده ملت خودم یا نور گرمی درارم. خوب، پس شما امروز توسط برنامه نورافکن به خاندان هر یک بیننده تلویزیون سینما با بیننده برنامه نورافکن نور میبخشید با صدای خود. آباد باشی. و این لحظه علم رو چگونه تصور کرده میتوانسته باشندشون؟ همین قدر علمی که خوندم بس نیست. باز هم علمی علمدار. مایرش. خوب، برعکس، خوب از درد از علم گفتیم، برعکس خوشبختی رو چگونه میتوانید به آهنگ درآورید؟ بیاید از خوشبختی گپ بزنیم. از خوشبختی؟ بله. آباد وطن داریم، آزاد وطن داریم، پیراهن ایدانه هر روز وطن داریم، پیراهن ایدانه هر روز وطن داریم، چون دادر و چون خواهر پرورده یک مادر، از دولت پاینده هر روز سخن داریم، از دولت پاینده هر روز سخن داریم، آباد وطن داریم، آزاد وطن داریم، پیراهن ایدانه هر روز وطن داریم، پیراهن ایدانه هر روز وطن داریم.
احسن خوب این زمان از پیراهن آبادی ایدانه هم. بله این خود خوشبختی است وقتی که وطن ما آباد است واقعا توانستن خوشبختی رو خوب تصور کنن و این لحظه هنگامی که شما سرود می‌سرایید من الکی در چشمان نصیبه خوشبختی رو احساس کردم خوب بله بسیار آدما میگن که تو چه خیلی آدمی میگن آدم میگیریونی آدم یک من همین سخن رو گفتنی بودم که با بزرگی موسیقی اقرار شدم که در یک لحظه هم میگیراند هم خرسند میکند آدم رو. بله بله واقعا راه سند البته هموار نیست پستی و بلندی های زیاد دارد یعنی شیب و فراز های زیاد دارد راه صنعت و هنر بار شده است که از همین کسب انتخاب کرده خود پشیمان شده باشید. من در چی حالت هایی که نموندم چی کارهایی را که در همین راه ندیدم بله. با رانندگی هم کردم ولی در کجایی که نبودم همیشه هنرم با من بود. میدونید اگر بودم میگن برای تو نبودم این شعر خودم است. من کمتر شعرم می نویسم. اگر بودم برای تو نبودم تو با من بودی و از من نبودی. اگر امکان گذشته رو تغییر دادن میشد تغییر میدادید یا نه؟ یعنی در زندگی خود چی رو تغییر میدادید؟ گذشته هم میفهمید گذشته من با تمام تلخی و شیرینی هایش برای من عزیز است. و اگر که امکانیت هم می داشتم من همه گذشته خود را چخیکی با حرمت و احترام میکنم دوست میدارم. یعنی اگر دوباره من عمر بسر راضیم که گیرید چنین باز هنرمند میشوید. چنین قسمت من هزاران ریزایم که همه زندگی من چیز پرست و مول پرست آدم نیستم. همین 4 دیواله که لایی باشه و 2 کودک در اونجا بازی کنه. اولای سالم بله. همین دولت است. در انسان ها چی رو میپسندید و چی رو نمیپسندید؟ میدونید من همه چیز خوبی انسانی رو قبول دارم. هر یک چیزی که نیک به خاطر نیکی کرده شده است میپسندم. رفتار خوب رو کی نمیپسندد؟ چهره زیبا این هم خوبی است. وقتی که انسان به خودش نگاه میکند وقتی که لباس زیبا میپوشد این آبروی ملت برداشتن است. البته بله. همه چیزهای خوبی انسانی را من قبول دارم میپسندم و طرفداری همین خیلی حقیقت هستم. باری هم عاشق شده؟ شاید یا اینکه به عشق باوری دارید؟ به عشق زندگی محال است. بله. که افلاطون گفته است. و شخصا من نسبتی اگر که این سوالی من به کسبی من تعلق داشته باشد نسبتی کسبم گفتنی هم که در من هم همون عشقی یوسف و زلیخا لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین در من هم هست. و ببینید نامی را که به من نسب کردن بیهوده نیست. هر یک انسان وقتی که نام گذاری میکنن همون هم به خواستی خداوند است. بیهوده هیچ چیز نیست در این دنیا. و خلاصه سخن من این است که نیست پهلوانی که نزد عشق تسلیم نشده باشد. یعنی که عشق پهلوان هاست. البته. و به خاطر عشق ببینید به خاطر عشق انسان ها از همه چیز گذر میکنند. بسیارتر سروده های شما وصف عشق هستند البته. بله. خب شاید نصیبه باز میخواد یک سرود بشنود در وصف عشق. یک سرود از استاد احمد ظاهر. شب را با من ای ماهی سحرخیزان سحر کردی. شب را با من ای ماهی سحرخیزان سحر کردی. سحر چون آفتاب از آشیانه من گذر کردی.
سر چون آفتاب از آشیانه من گذر کردی شد و مرغی دلاویزه با تنگ خواب شدم افسون شد و مرغی دلاویزه با تنگ خواب شدم افسون همای من پریدی و مرا به بالا پر کردی همای من پریدی و مرا به بالا پر کردی شب را با من ای ماهی سحر خیزان سحر کردی سحر چون آفتاب از آشیانه من گذر کردی سفر کردی ها؟ سحر چون آفتاب از آشیانه من سفر کردی سحر چون آفتاب از آشیانه من سفر کردی خب در زندگی از چی میبولید؟ از آن که وطنی آباد و آزاد دارم بیرق پرافشان دارم از همه آن چیزا که در گرد و اطراف من هست از این زیبایی ها از آنه که خداوند به من هنر عطا کرده است از مهم از دوستان خود که آنها شماره آنها آخر ندارد از مخلصانم میبولم از سروری به دنیا ارزندم از آن که مادرم در همین زمین است همراه ماست مادر پدری بزرگوارم شخصی عزیزترین در زندگی برای شما کیست؟ شخصی عزیزترین برای من مادرم هست سرورم هست فرزندم هست یار و دوستان با همینا خیلی خوب. از دوره نورسی تا به امروز رو آوردید به ایجاد و هنر یعنی مقصد ایجادکار شدید سراینده شدید آوازخوان شدید همین هنر به شما چی داد؟ همه اون چیزی که با من است و در من است رو به من داد آبرو داد نام داد مثال دوستانم زیاد شدند خیلی حرمت در همی جمعیت یک حرمت و آبرو و اعتبار خود رو دارم مثال همینش برای من کفایه است پشت در کسی گدایی نرفتم مثال همه چیز خداوند با واسطه هنر به من داد خب میدونید نصیبه یک سرودی خوب است که فخرالدین ملک میسراید این سال سال نور است سال پر از سرور است انا همون آهنگ فرهاد یودینه است و به مرخانه رفتم برای سوزندار رو گرفتم بینم در اونجا فخرالدین خواب بود گفت که یگان آهنگ داری برای من گفتم بیا گفتم خانه بیا گفتم خانه گرگ به استخوان نمیشه گفتم بیا گفتم مصلحت میکنیم بعد همین آهنگ پیشنهادش کردم پیشنهاد کردم که مقبول شد خیلی آهنگ مقبول است در وقت ثبت همین
آهنگ باور میکنه پرده ها در گرفت. خود به خود یکی پرده ها در گرفت. حیران موندیم، خیلی بکدیم یگون چی همه در جویش یکی پرده ها در گرفتن، یکی یگون چی وای داد، یگون آتشک داد که و گفتم که بچه گفت این پرده در گرفت، عاقبت این آهنگ چی میشیده باشه؟ گفت و من گفتم عاقبتش خوبه، عاقبتش خوبه. یعنی آتش نیز روشنی است، نور است. هنرمند باید آب و آتش باشد. بله. بعد بود که همیشه قبولی همگان گردید. بله، همگان بعد دوستش خودش هم بسیار خوب خونده است آخه همین سروده. بله. کارکردوش خودش کرده است همراهی و یا از من آهنگ پیشنهاد کردن، گفتن که فلان فلان خیلی میکنی. از بعد اومد و نوازنده و آوازخوانی خوب است. امسال سال نور است، سال پر است، سرور است، چشمی حسود کور است از اتحاد تاجیک. بعد همونجا سخن نرسید، سخناش هم 4 مصرعش از خودم است. امسال سال مرد است، مردانه میدهد دست، تاجیک شده زبردست از اتحاد تاجیک. سخناش از خودم. امسال سالی نور است، سال پر است، سرور است، چشمی حسود کور است از اتحاد تاجیک. امسال عشق زیباست، مجنون به فکر لیلاست، دلها پر از تمناست از اتحاد تاجیک. ای بارگاه قدرت، وی منبع سعادت، رحمت ببار رحمت از اتحاد تاجیک. امسال سال خورم، این صلح میبردم، در حیرت از سالم از اتحاد تاجیک. امسال مادری ما خوش است دلبری ما، غم رفته از سری ما از اتحاد تاجیک. امسال سال نور است، سال پر است، سرور است، چشمی حسود کور است از اتحاد تاجیک. امسال عشق زیباست، مجنون به فکر لیلاست، دلها پر از تمناست از اتحاد تاجیک. سال مرد است، مردانه میدهد است، تاجیک شده زبردست از اتحاد تاجیک. امسال فیض بارد، امیدی تازه دارد، نقشی نکو گذارد از اتحاد تاجیک. امسال سال نور است، سالی پر است، سرور است، چشمی حسود کور است از اتحاد تاجیک. امسال عشق زیباست، مجنون به فکر لیلاست، دلها پر از تمناست از اتحاد تاجیک. امسال سال جوانان است. نسبت جوانان چه اندیشه ها دارید؟ کوشش میکنیم که سرودها الکی چند سرود تهیه شده است. خدا خواهد به قریبی به واسطه تلویزیون همون سرودها از جانب دیگر آوازخوانان که خوب تهیه شده است به سمع مردم میرسد. همش یعنی برای جوانان است، در وصف جوانان است. برای جوانان در وصف جوانان. میگفتید که این زمان با کیو، با کدام سراینده ها، با کدام آوازخوانان همکاری دارید؟ من حاضر این زمان در انسامبل سامان در نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تعلق دارد،
кору фаъолият дорам. ҳамчун роҳбари мусиқӣ бо қурбоналӣ раҳмонов, артисти ҳунарманди халқии тоҷикистон кору фаъолият дорам. бисёр дастаи хуб аст, дастаи заҳматкаш, заҳматқарин, меҳнатӣ, чеҳраҳои хуб дорад ва мо ният дорем ки аз он ҷо як-ду чеҳраи нав ҳаст, ҳамонро ҳоло кӯшиш карда истодаем ки ба мардум рӯнамоӣ намоем, кашф намоем, маърифӣ кунему. اون طرفش بعد خیلی کاری مردم. بله بله. درباره وطن زیاد سرود ایجاد کردن، هم برای خود هم برای دیگر سراینده ها. میخواهیم بدونیم که از نگاه شما وطن و دوستداری وطن چگونه است؟ وطن زادگاهی مقدس است. میدانید وطنداری سخن اندر سخن نیست. بله. به سینه مشت و با غوغا زدن نیست. وطنداری به عقل است و به ایمان. به شور و شنگ و بحثی ما و من نیست. بله. چنان که گفتیم وطن زادگاه مقدس است و به کدام گوشه بهشتی دنیا که نرویم، چگونه دولت‌های زیبا و پیشرفته‌ای که نرویم، وطن است. تکرار هم شود استاد گفتن کو بله. میکشد خاک و خاشاکش. انسان در کجایی که تولد شد از اونجا هیچگاه دل کنده نمیتواند و نازی وطندار را هم همون وطنش میبردارد. نصیبه به فکرم فرصت رسیده است که با بینندگان خیر و خوش کنیم، زیرا خیلی هم صحبت ما گرم بود و سرودهای خوب بود. اینجا الکی وقتی به برنامه جدا شده به پایان میرسد و با شما نیز خیر و خوش میکنیم. خوش آمدید و هرگاهی که میل دارید مرحمت به استودیوی تلویزیونی سینما. زیرا تلویزیون سینما برنامه نورافکن منبر ایجادکاران اصیل است و هر وقتی که توانستید بیاید روبرو با مخلصان خود باشید. سپاسگزاریم از شما که امروز آمدید به برنامه ما و محفل ما را باز هم گرم. با مخلصان خود چی گفتنی ها دارید؟ با مخلصانم همیشه سربلندی، خانه آباد تمنا دارم. بله، ما نیز تمنا داریم که سرود و ترانه های شما همیشه در خاندان مردم تاجیک طنین انداز باشد. بینندگان عزیز و ارجمند، با شنیدن یک آهنگ زیبا از طرف مهمان برنامه ما با شما خیر و خوش میکنیم. تا برنامه های آینده شاد و سربلند باشید. خیر عزیزان، تا دیدار نوبتی. اما جان سیری هجران، اما تن سیری دردم، اما برگ ریزی پزمان، اما تیرمای زردم. دل من خزینه غم، تن من سفینه غم. من از این ره که رفتم به خدا که بر نگردم. چی کنم که دردمندم، تو دوا نمیشناسی. دل تو ندارد ایمان، دل ما نمیشناسی. دل تو ندارد ایمان، دل ما نمیشناسی. همه روز سوز دارم، همه شب کبابم از غم. به خدا امید بردم، تو خدا نمیشناسی. به خدا امید بردم، تو خدا نمیشناسی.